این افتخارنامه و دفترچه امتحانی از نورعلی خواجه‌ایفی 21 ساله است. تا همین 15 نوامبر او دانشجوی سال 5 دانشگاه کلاب بود. اینچنین در فاکولته زبان روسی رئیس سازمان جوانان را به عهده داشت. افتخارنامه و سپاسنامه ها را برای فعالیت خوبش دادند. ولی ناگهان 15 نوامبر او را از دانشگاه راندند و با راه سرباز شکار به ارتش بردند. این در حالی که نورعلی پرستار پدر و مادر نابینایش بود. قرغان ایدمش خواستم قرغان رفتم. هیچ که اوجا دانی گوشم نکرد. هیچ کس به نظر نگرفتند. بعد امو چی رفتم؟ توی امو گارنیزون شهر امو دختر رفتم گفتن که این ای تریتوریوی ما قپیدگی نیسته. شما هم شهر کلاب برین اموجا شما را نگاه میکنه. بعد این امروز اومدم عرضه کردم دینا رفتم نیسته گفتن این امروز رفتم عرضه مرا فضل‌زاده قبول کرد. پدر و مادر نابینا تلاش دارند پسر و نگاه بینشان به آنها برگردانیده شود. آنها دریغ میخورند که مقامات نگذاشتند فرزندشان تا چند ماه دیگر دانشگاه را ختم کنند. همسایه ها میگویند زندگی این پدر و مادر به نورعلی پیوند دارد چون برادرش با 3 کودک گرفتار روزگاری خود است. این مالی تنها میبینن آخه همون بچه یارده میکرد پدر مادرش اینه پدرش میبور پلیمخر موش مثال پس میکرد با میوور با او پوش میبور سرش میشوش همه امیور میکرد. نورعلی همین تابستان خانه‌دار شد و برای توی 15,000 سومانی قرض گرفته بعد درس ها در هر کجا کار میکرد تا قرضش را کند. این همین قرضدار که هسته انمی حساب بچه مرا مثال همی راده و مقصد همی کاری برآمده همی را قپیدن های پستی کلیستان قپیدن نموجه قپیدن. نه دانشجو و نه پرستاری دو معیوب بودن پیش راه ابله نورعلی را برای خدمت حربی نگرفته اند. پدر و مادر میگویند با رفتن نورعلی از یک تکه نان دهانشان مانده اند. اکنون نورعلی در قسم مرزبانی ناحیه همدانی سرباز است. در این 8 روزی که نورعلی در خدمت قرار دارد پدر و مادر به دیدنش رفته اند. با وجود دیدار با نورعلی پدر و مادر نابینا میگویند که از شکایت دست نخواهند کشید. آنها به عدالت باور دارند. در دانشگاه هم حجت داده اند که او دانشجوی فعال بود. عادینما شریف‌ها و دکانی نورعلی در یک تماس تلفنی خارج شدن یا نشدن او را شرح نداد. اما حجت داده او دلالت از آن میکند که نورعلی دانشجو است و اخراج نشده است. قرار است دادستان حربی کلاب عریضه این خانواده را بررسی کند. خواهیم دید که نتیجه چی می شود.